نوربانو وقت نرود نوربانو 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 دخترم من چیکار کردم؟ اکا نوربانو رو پراندن کار باید کرد آخی یاری تجلی رو جهزن یاری تجلی مایلاش یاری تجلی رو جهزنه زودتر نوربانو دخترم چشمانت رو کشو الان سند بازو این ماشین از کجا پیدا شد؟ پیکاس تا وقتی که من زندم تو آرامی رو نخواهی دید پیکاس من نگید رو بگم میگیرم و تو جامد آن را به دفتری کیمینیک ببر بسرم باز بالای نهوید سخنهایم را اجرا نکنی آن وقت بلا به سرت می آید کنی زودتر باش سردارم میتاد کنی شیر بچه ببینم کی تستر می دود استعدادت را ببینم ریختنگیر کو ببینیم تو کجا میگریزی نوربانو دختر یگانم التماس نمیر چشمانت رو کشو دخترم نترس دخترم نترس من در برم دخترم التماس با خود بیا نوربانویم نمیر نوری چشمان من نمیر سردارم نوربانو رو در با بیمارخانه بردن در کار مایلش بیا ای نگوریز خیری ما نوربانو رو میبریم تو اینجا رو نگاه کن یگید رو جهزن کمک پرس مایلش زودتر نیازی زودتر نیازی طاقت کن دخترم طاقت کن بزن زودتر کشاده را طاقت کن دخترم بسیار مهم باشد بگو اگر نه وقتم را نگیر اکا نوربانو رو پراندن نوربانو رو پراندن تو چه ها میگوی خیری چیکار پراندن کی پراند و تیر با نوربانو رسید آده در کجایند بیمارخانه برد پیکاس گوره خانه تماند خیری به دستم افتاد تو آنجا رو نگاه کن کمک طلب کن دکتر جزن خیری یگون علاج بکن با فکرم از زیگید خلاص شدم بر وقت خورسندی نکن پیکاس گناهت چنان زیاد شده است که با زندان جبران نمی شود پیکاس چخیل خورسندی از غمگینی می مردم با تو حساب و کتاب کردن را به صبرانه انتظارم غالب همان است که اول ضربه میزند پیکاس چنانه که تعلیم دادم
پس شاخت را زدم بشکنم چنان لگت کوبت میکنم که با شده های من خماری بشوی. نوربانویم دخترم طاقت کن زنده میمانی خدا خواهد. نیازی زودتر باز هم زودتر گاز را زیر کن. چی شد چی شد که دم دادروندن آمد پکاس؟ اینها برای خسته کردن تو و گرم شوی از شیر بچه. با کثافت تو دختری نجیب سردار تیر خورد. این پرونده تو را باز هم سیاه‌تر میگم. اما تو از ما با آسانی خلاص نمیشوی پکاس. چی شد پکاس؟ جانت برآمد مگر؟ بانو را پرانده نمیخواستم، من خودم را محافظت کردم. خود که تو خودت را محافظت میکردی؟ مگر سگ‌هایت را از گرگ پرسیدن که چرا گردنت قفص است؟ گفته است که کاری خودم میکنم. عاقبت این گرگ چی میشده باشد؟ بسیار دانستن میخوام. هجده ساله است. نوربانو یلماز تیر خورده است. نزدیک ایچکمش. نیازی بایگان روی کتا رویم. اطاعت سردار. زیر کن گاز را زیر کن. نیازی زودتر. اکنون گرم شدم دیگه حتی سوخته ایستادم. یک عیب داره که دایم و بر وقت خورسند میشوی پکاس. خورسی که بر وقت جه میزند بر وقت از سرش محروم میگردد. گوش کن چنان سبقت بدیم که هرگز فراموش نمیکنی. این التفات را هرگز فراموش نخواهی. پکاس همینطور نه. احوال دختر چیل بود است میدونی؟ و به مرخونه بردن. دعا کن که نمیرد. من نمیخواستم که چنین شود. دختره که مایدارو کشتن نمیخواستم. سردارم امر بید چیکار کنیم؟ هر دویتان دوی ماشین رو بینید. دوزم بهوش خوب است. آنها رو ببرید دو خود. شما هم اطراف رو ببینید. در اطراف کسی نموند. دویوک سرم میکفت. عزیزه خانم خوب هستید؟ نمیدونم، همه جای را ابرناک میبینم. ایستید، حرکتی به جا نکنید. دستانتان را دراز کنید. خودش چی گفت؟ شما کیستید؟ دستانشان را بند. زودتر. خانم دشواری ایجاد نکنید. چی کار کرده ایستاده اید؟ آخر تو چی کار کرده ایستاده ای میگویم؟ رو گردید. زودتر. دکتر زودتر باشید. تیر رسیده است. خواهش میکنم کاری کنید. مایلش آرام باشید. همین جو انتظار شد. التماس آقای دکتر از دستتان آماده را کنید. دخترم زنده ماند. من به او زندگی کردن نمیتوانم. آرام باشید جناب. از دستمون آمده را میکنیم. شما خواطر نشوید. تشکر. گیرید اینا رو با ماشین سوار کنید. سردیت میگویم شما میدونید که من کیستم. با من چنین رفتار کرده نمیتوانید. دست
دوستانت را از من دور گیر. کی بودنتان رو نمیدانم اما گناهکار بودنتان رو میدانم. بچه بی آداب، تو میدانی که من در چی وظیفه‌ام؟ نه نمیدانم، در وظیفه توف کردم. بچه بی آداب، من ادوکاتم، شما حقی چنین رفتار نداری. با کدوم حق خانه من در اومده دستای مرا میبندید؟ من شما را سود به سود میگردونم، بجای بدرغه میکنم که نه سگ میگردد و نه کاروان. اگر توانی مرحمت با این کارتان جواب میدهید. گوش کنید خانمان، گوش و ماینم را خوردید. من از آدم‌هایی هستم که چیزی رو نمیدونم، مرکز میدونند، هر چی که گوید بفایده است. همون نفری که فرمان داده است تا به خانه ما داری، همون نفر اومده بردن گیره. فهمیدی؟ چی قدر بیهوده گپ میزنید؟ در حقیقت بیمار هستید. دردتان رو با مدیریت عرض میکنید، بیهوده به من نگویید. انا آمدند. حقی بستنی دستی مرا نداری، دستهایم را کشا. میدانم که تو تماما بیگناه هستی، مثل ابلیس. کراگر در زندان تو هستی، لیکن با دستهایت بازی کرده میگردی. من فرصت بازی و دلخوشی ندارم پیکاس. از پس تو بر این خائنان و رذیلان سرگردانم. اگر وسایط اخباری آمه خبردار شوند چی میشود؟ بگذار از پی قاتل طفلکان بیگناه شدنم را همه فهمند. بگذار این خبر در حال پهن شود و آدمان از رذالت و خیانت تو بر این نابکار آگاه گردند. بگذار برنامه های هفته با چهره منفور تو پر شده. هر یک شبکه گزارشی مخصوص پخش نماید. میبینیم شیر بچه، میبینیم. پیکاس بار گناهایت چنان گران است که با عمرها زندانی شدنت جبران نمی شود. آکا اینها رو چکار میکنیم؟ برادر البته اینها رو به ضیافت نمیبریم. گرید همشان را با امنیت ببرید، همشان را زودتر برید. رفتیم. میبینیم. بابای کیمینیک بخیر است بچم؟ به خونه عزیز پلیس آمد، او را و آرزو را دستگیر کردند. پیکاس خواست که این جامدان را به شما بیارم. ایویا کارها همه چپگردون شده است. اکنون ما چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ مثل روغن زیتون میبرویم، همه رو به پا میخیزونیم، شمال رو برعکس میخیزونیم. مهم نیست، من به امنیت میروم. تو زود واسطه اخبار عامه شناس و ناشناس رو همه رو جمع کرده نزد امنیت بیار. با جان و دل یک تلفن هم بس است. یگان روزنامه‌نگاری که سالهاست نان و نمک میدهیم نباید این روز رو ترک کند. یک چند روز تلویزیون رو در خود نگاه میداریم، من باشم در کانال ها مایده کره برآمد میکنم. حق نشر میگرفتید، دارا هم میشدید. از این کار از کانال ها حق نشر نمیبراید. اگر تنقید کنی آنها جواب میدهند. آیسته آیسته جبرانت طلب کن، بعد این پول بسیار می آید. لیکن دردی پول نیست ندیم جون. خدمت وطن به این هم غمگین بودم، اکنون سرکور شدم. من با آقای سینان خبر میدهم. میلش. الو لبای مراد. پلیس با خونه زخم کرد. او را با پای آرزو را دستگیر کردند. از همه بعدش نوربانو را پراندند. نوربانو را پراندند؟ بابا چه هم میگویی؟ باپام چی شده است؟ حاضر نوربانو در کجاست؟ بابا بگو چی شده است آخی؟ میلش من آن بیمارخانه رو میدانم، احتیاط کن. بابا چی شده است؟ همینش نمیرسید. بابا باپام چی شده است بگو. چی میشود؟ پراندند. پدرت نوربانو را پرانده است. تو را با مکتب مونده، خودم به بیمارخانه میروم. بابا التماس من رو هم به خودت ببر. التماس. مکتب چی؟ بابا باپام رو پرانده. چه خیلی مکتب؟
مایلش بیا لیکن در آنجا غفا نمیبرداری. مایلش آخی چه غم میدیم؟ به این هم غفا بر آمده است. اوف اوف اوف. من یکم گناهی ندارم. مرا در اینجا نگاه داشتن نمیتواند. تو گناه نداشته باشی دختری نجیب تردار رو من پراندم. برای نوربانو من غمگینم لیکن من نپراندم. سلاح در دست ارجنب و نه در دستی من. نمیفهمی مگر که من در جنگ خودم را محافظت میکردم. حملگر نبودم. در اصل من آزردم. ببینید دهانو بینیم خونالود است. کسی مرا به چنین احوال آورده است. دستگیر کنید او را پرسید چه دستانش را بازی دارانده در بیرون میگردد. ها شکایت میکنم. آقای مظهر مرا چون کودک ها گناهکار دانسته اینجا من کردن نمیتوانید. این بازی ها را نمیپذیرم. آقای مظهر شما از من میخواهید که این آدم را آزاد کنم؟ مجبوریم. پیکاس در نقشه خیلی بزرگ است. برای آنکه فهمیده این نقشه هایشان او باید که در بیرون باشد. آخر آقای مظهر قانون است. من هم شما هم نمیتوانید. من در دل بوده را نه در دست بوده را استفاده میکنم. این روش را من هم میدانم. لیکن این برای کشور خیلی مهم است. اگر به پیش موش پنیر نگذاریم در افلاس کنی آن تنها تماشابین میگردیم. آقای مظهر من این مسئولیت را به ذمه نمیگیرم. این را از روی عدالت میکنید. گوش کنید. شما نگیرید من میگیرم. به این هم عمرم با همین گونه مکاتبه گذشت. خواهش من همین که پیکاس را آزاد کنید رود. آقای مظهر اکه یگید با افسر ارجان رفتاری بد کرده ایستاده است. با تو مسئلتی ما چی بود؟ همین خیلی مصلحت داشته مگر؟ چرا بسری پیکاس سلاح گذاشتی؟ با خود گفتم که فرصت که در دست آمد خاموشست! بهتر بود را میکشتی. اما شکار کردی. دختری بیگناه از تیری تپانچه تو زخمین شد و حالا در دم مرگ است. مرد مگر؟ خدا گوی که نمیرد. وگرنه کسی جان تو را از دستی من رها نمی کند. خلاص نمی کند افسر. کسی رها نمی کند. مرا میفهمی مگر؟ یگید بس است. آرام باش. چیکل آرام شما سردارم. با کثافت این خدا بیخبر دختری نجیب تردار در دم مرگ است. گوش کن فرزندم. آدم که خودش را به قهر که دهد آدمی نزدیکمان هم بیرون از اراده میگردد. میفهمی؟ مگر همین خیلی نیست؟ من چی کنم که طبیعتم چنین است. هرچی گویم نارواست. همیشه مرا ناحق میشمارم. همین خیلی نه؟ سردارم اگر اجازت باشد من از زندگی سردار به معمارخانه بیروم. کاش از دستم آید و خطایم را اصلاح کنم. آقای مظهر خیلی پشیمانم. باور کنید پشیمانم. التجا میکنم خدایا دخترم رو با من ببخش. دادا اپام چه خیلی است دادا؟ انتظارم باشم. چه راهی دارند؟ دایما نوربانو را ناراحت نمیکردی چون این حادثه به سرش نمی اومد. تو چی ها میگویی؟ درست اگر تو ناراحت نمیکردی دخترم خانه رو ترک نمیکرد و جایهایی که هرگز آنجا نمیشد نمیرفت. همش با گناه تو است. سردارم دختر آمد. دکتر بگوی دخترم چه بهتر میشود؟ وای دکتر بگوید آخر دخترم زنده میماند. آقای کایا یگان شهر داده میتوانید. جناب اوید به شخصانی زیر شبهه قرار داده چی میگوید؟ آدمان را
زیر نظارت گرفتن که این نقطه آخرین دیکتاتوری است. زیر نظارت قرار گرفتن عزیز خانم که خود را در تعلیم و طبابت بیماران فدا کرده است و چون مثل فرشته خوب است، ظلمی که نسبت او روا میدانند برای من بر این آدم بزرگ فهمیدنش دشوار است. جناب میتوانیم یک رسم گیریم؟ گیرید از این طرف گیرید. نظر کنید. جناب التماس به این طرف نگاه کنید. گیرید به حضور. من حاضر یک بدرون میدرایم بدتر باز صورت میکنم. حاضر بدتر من همینجا کو هیچ جا نمیرم. من همینجا. جناب تیر به جگرش رسیده است. مجبور شدیم که نیمش را گیریم. آقای دکتر احوال نبیرم چه خیل است؟ صحت می شود؟ از خدا ناامید نباید شد. به من گوش کنید. نبیرم زنده میماند. به من همین را گوید. شد آقای دکتر سخنهای پس این آدم را گوش نکنید. التماس گپ زنید. من شما را میفهمم. از دستمان آمده را میکنیم. بیمار را یک مدت زیر نظارت جدی میگیریم. حالا چیزی دقیقی گفته نمیتوانم. جناب اجازه دهید بذارید. دخترم نوربانو سلطانم دخترم. اپا گپ زدنم چی؟ جناب شما یک صنعتکارید. اگر کارگردان تلویزیون میبودم با شما برنامه میکردم، حتی هر شب. ناگفته نماند این اسلوب خیلی زیبیده است. من هر شب بیکار نیستم که برنامه کنم. هفته آینده رو تماشا کن. شین انشاءالله خوب بشود سردارم. خدا شفای عاجل دهد. تشکر یگیتم. تشکر. دختری با اراده است سردارم. خودش را البته نجات داده میتواند. تسلیم نمیشود. خدا خواهد خداوند بزرگ است. او رو با ما میبخشد. این نشستن و دعای بیهوده کردن هیچ فایده ندارد. در جایی که باید نباشد چرا آمده؟ تو چه ها میگویی؟ تا کی خائنان و گناهکاران آزاد میگردند ما باید در کجا باشیم؟ گپ زن. در کجا؟ رفته گناهکاران اساسی را دستگیر کنید. دنبال مردم بیگناه نشوید. آنها را همین گونه به بستر مرگ نپرتایید. گوش کن مرا. دهانت را نگاه دار. ببین هم خودم در کذبم. باز در اینجا یگان آخوشی دیگر نشود. دروغ است. اگر این آدم آنجا نمی بود نبیرم به چنین احوال گرفتار نمی شد. همش عیب شماست. از شما شکایت میکنم. کو یک شکایت کن شنویم. حالا شکایت را تنها گوشهای خودت خواهند شنید. در همین بیمارخانه اندام تو را با گوش و دهان و بینی مبدل میسازم. دستهایت را از بالایم گیر. هم گناهکار است هم داد میزند. این چی به انتظامی و وحشیگری این که تمام می شود. التجا میکنم خدایا اپام رو از مو مگیر. مادرم رفت اپام نرود. اگر او هم رود ما چی کار میکنیم؟ خدایا اپام رو با ما ببخش. پیکر سردارم شما ناز هستید؟ گویا که ماشینی بارکش زده از شما رو. ماشینی بارکش نه کیامینیگ یگیت زد. مصرف سقورت را بر زیاد میدهند. خواطر نشو. صحبتتان را در بیرون ادامه میدهید. بیاناتی نوشته شده امضا کنید. کنی شیر بچه کاغذ را دی. اول خونم همین خیلی. قلم. تشکر شیر بچه.
با شما گفته بودم آقای مظهر. مرا اینجا نگاه داشته نمیتوانید. گفته بودم. انشاءالله آزاد کردن این آدم به کار می آید. او را آزاد نمی کنیم، برعکس زیر نظارت می گیریم. خب مایلش آقای مظهر. گود بای. خیلی بچه رحمت دارای تسکیلی بیشتر موندیم با میبینیم. کسی آخران میخندد خوب میخندد مسخره باز. آخران خنده خوب است. آقای پیکس دیگر درد را نبینید. تشکر. ما رو تنها بیمار. خوب شده است، من رفتم. امانت به دستت رسید؟ در جوان است، زیری امن است. خواطر مباش پیکس. شد، بیا رویم. من آرزو و عزیزه رو یک ببینم. برنامه آنجاست. بگذار جزایی به تدبیریشان را کشند. لیکن سردارم، در درون چقدره که ایستن بر دعوایمون همان قدر ضرر میرسد. برای چی؟ گفتنی هستم که آنها چقدر در درون ایستن امنیت حقدار میبراید. اگر در حال براریم آنگاه میتوانیم دعوا کنیم که امنیت بالای خطاگی میکنن و دعوا میکنیم که با خواستشان عملیات ها میگذرونن. یک امتیاز خوب است برای آب دادن دعوا. کار که تمام شد با دفتر بیا. با تو احتیاج دارم. اکی پیکس در حقیقت به من احتیاج داره نه؟ در حقیقت اگر با تو باشم طبعم خوب می شود. تو خدا در این عصر بیا دیگرش را نگویم. جناب ما یک شهر یک طرف استید. خوب که گذشت دایر به زیر شبهه قرار گرفتن تا آن گفتنی ندارد. چی باید بگویم؟ احوال مرا ببینید. من یک تاجره که نسبت قانون ها احترام دارم. خیلی که میبینید دهن و بینیم را شکستند. من که این قدر توانا هستم چنین میکنند. وای بر حال راه گذران. پس یکون فکر درباره به سود کشیدن امنیت را دارید؟ اصلا هرگز چنین فکر نمی کنم. فکر کرده هم نمی توانم. در قانون ما از دولت خفه شدن نیست. پس چیکار میکنید؟ من تربیه دولت دیدم. یک چند نفره که خود را نمی شناسند و حقوق دولت را نمی دانند و از نام دولت چنین نافهمی ها می کنند. آنها را به حالشان می گذارم. لیکن خطای آنها را در دفتر کشور نمی نویسم. حالا با اجازت شما باید کاری تمام نکردم را به اتمام رسانم. بس یک طرف استید. التماس میکنم یک طرف استید. خلال نرسونید. یک طرف استید. شد. آفرین یگید. خوب تغییر داده ای. یگان حیوانی نیفتم که مانندش کنم سردارم. او از حیوان هم بدتر است. اینقدر قانون شکنی ها کرده باز دستایش رو جنبانده میبراید. با شرم نکرده او را گناهگار میبرارد. احوال این دنیا را ببینید. اسیان نکنی عزیز. چی خیلی اسیان نکنم سردارم؟ آدمی که جانی تو را در خطر مانده بود در بیرون سیر و گشت دارد. همین خیل باید شود نیازی. همین خیل باید شود. بلای نمون که به سرش نامده باشد، لیکن باز قامتش راست است سردارم. حلالش باد. باور کنید اگر نیمی این بلا به من آید دیوانه می شوم.
دادا اپام صحت مییابد خدا خواهد بچم دعا میکنیم صبر میکنیم نوربانو سلطانمون صحت مییابد کی اپام رو پروند دادا اپام رو کی پروند این را اپت خودش به خودش کرد بچم سیر بهانه بود دادا بالای سر ما نیستید برای همین کارها میشود التماس ما را در آن خانه به برکت نگذارید ما را از آنجا بگیرید التماس با چه عیبدار شدنم رو هم نمیدونم که از کی قوت میگیرید با خواهش خود به خانه های ما میدرید آدمانی بیگناه رو زندانی میکنید بعد یک لحظه دادستان میآید دردتان را با آن کس میفهمانید سر سود نبرآورده با خواستان در نظارت خانه و زندان نگاه میدارید عزیز خانم نه تنها در کشور حتی در تمام دنیا نشانه خیر و صاحب است و او را چنین نگاه داشتن نمیتوانید خواطر نباشید آرزو خانم این کاغذ ها را امضا کنید در حال میبرید اگر با این آسانی خلاص شدنتان را فکر کنید خطا میکنید دنبالتان را سر نمیدهم شکایت میکنم آنچه که از دستتان نمیآید نگویید تشکر ندیم اگر تو نباشی برآوردن آرزو و عزیزه امکان ندارد من باید چیکار کنم ندیم جان تو نمیدانی عزیزه سالهاست که یک انباری ثبت رو نگاه میدارد اگر به دست افتد نه تنها عزیزه همه امور رو میبرد در وقتش آنقدر ژورنالیستان رو جمع آوردی مردم ترسیدن ما رو آزاد کردن آفرین به تو کوشش میکنم که به شما سزاوار شوم پیکاس به من پالتوی $1000 وعده کرده است به تو هم میدید نصیب باشد بیایید زود از اینجا برآمده میرویم کمی دیگر ایستم دیوانه میشوم برآمدنده خیریت درد را نبینید ملکه نازنینم هرچه زودتر از اینجا برایم حتی هوایش وزنی 2 ساعتک طاقت نکردی عزیزه من وقت زیادم را در این سوراخی گذرانیدم جنابم پشتی تو حفظ است به من چی؟ خفه کردیستی در اینجا با هم اگر جنجال نکنیم خوب می شود در بیرون ژورنالیستان اومدن چرا نمی شود همه ژورنالیستان جمع شدند بیرون بین دهنت میکنه رفتیم صورت گیرین درد رو دیگر نبینید سبب بازداشت کردن رو شرح دادن باور کنید من هم نمیدونم ادوکاتم به شما شرح میدهد با عزیز خانم که خود را برای علم و سلامتی انسان ها فدا کرده است و چون فرشته خیر شناخته می شود این رفتار که به زیر حمایه و به من کردن فاشیستی شهروندی است خانم عزیزه در پرونده سخنی ترس مرگ او را راه نشان میدهد که نسبت سابق راهبر حزب گفته شده است سخنهای شما است از طرف شما گفته شده است با ما گفته میتوانه دروغ بافته شده است طالب علمان حربی و پلیس را با طالب علمان زن همراه کرده اید مگر درست است همه این بافته است من کردن بورسیه را تعلیمات شما میدونند درست است شما با این گفته ها باور میکنید نسبت دعوای تبلیغاتیتان چی میگید خنده آور میحسابم سبب و مقصد جمع آوردن پرونده ها نسبت کارمندان دولتی در چیست نه با کسی کار نداریم با سازمان تروریستی ججک کمک کرده درست است همه این رفتاری دیوانه‌وار چرا پولهای سازمان را در بانک‌های شویتزر نگاه می‌دارید همه‌اش تهمت است سخنی ما دائما نیست و نابود کردیم ترک‌ها در تاریخ کارهای دیگران را سازاند از شما است گفته می‌توانید همه این بافته‌های پروکورورهای جماعت‌ها و پلیس میباشد بچه ها همه این بازداشت ها از کیفیت خودشان است یگان سند نیست انسانی که تمام حیاتش را به کمک دیگران بخشیده است و فرشته خیر و ملکه سلامتی چون این رفتار میکنند چون این رفتار را که برای به مثل عزیز خانم ها بر این روا میبینند شخص را آزرده میکنند این گونه بازداشت نه در انسانیت است و نه
در حقوق دیده می شود. دولت زیبایمان دولتی پالیسانه شده است. کوشش دارند که یک امپراتوری ترساور بنیاد کنند. و این بازداشت پلیسی که غیر قانونی بود اگر لازم باشد به دادگاه حقوقی بشری اروپایی شکایت میکنیم. دولت باغچه بازیکنی نیست که هر فردی که خودش را نمیشناسد به خواست خودش عملیات گذراند. اداره کنی دولت کاری جدی است. بچه ها همش آشکار است که منصبداران کارشان را حقانی اجرا کردن نمیتوانند. وقتی آن رسیده است و حتی وقتش گذشته است که دولت را از دست این آدمان گیریم. بسیار سخنهای تندگرایی میگوید جناب. من همین خیل گیزلم، این همین خیل داد میزنم. این طرز لباس پوشی مودی نوتان است. میتوانید گفت که دوباره به صحنه برمیگردید؟ گوش کنید، من یکی از راهبران دانشجویانی در صحنه بوده هستم. باور کنید خیلی فعالم. من هرگز مانده نمیشوم. یک تبدلاتگرم. رفیقان برای این سر و لباس نوم مرا چون سراینده ریب خیال میکنند. این معنای آن را دارد که در وقت تبدلاتم به همه گونه رنگ روشن میشوم. با اجازت شما عزیز خانم باید استراحت کند. تشکر رفیقا. تشکر بچه. این رو ببین، این آدم خودش رو چون چگواره فکر میکنه. میدان نیازی فهمیش اینها همین طور است. از همه نیکی و آدمگری ها رو میگردانند. چی پستی هایی که نمی کنند، حتی مانعی پیشروی ها می شوند و با چنین نیت و غرض های ناپاک می خواهند دولت را اداره کنند. جهید ظریف اغلو چی سخنی خوبی گفته است میدانی؟ نمیدونم چی گفته است. ما با ساختار بنیاد کرده که مردممان باور ندارند مغلوب شدیم گفته است. والله خیلی راست گفته است. سلامت باشد. لبای آقای مسر. زود می آیم سردارم. نیازی من باید روم. تو با سردارم باش. هرچی خواهد اجرا کن. چی من؟ چی همه رفیقاندای ما در حال آماده باشیم سرکمیسر. تشکر. خدا از همه شما راضی باشد نیازی. آمین. اگه چرا چونی شد؟ چرا پاروکنده شده؟ بعضا چنین می شود الپرین جانم. شمال سرد می وزد. فکر میکنه که کنده می شوی. لیکن در این وقت میدانی چی باید کرد؟ چی باید کنه؟ الپرین به خاک بریشه باید که سخت پیوند کردی. نه تنها باد طوفان هم که وزد در پا باید راست استاده توانی الپرین جان. اگه درست نگوید. بسیار دعا کن بسیار. پدرت را سخت با آغوش گیر. تکه به او کن. او هم ببیند و بگوید که به مثل الپرین فرزندی دارد. دل پر شود. او هم به تو تکیه کند. البته تکیه من توی مدادم رو دستگیری میکنم. پرواما کنید. شیر بچم. خیر تا بازدید. به زودی باز خواهیم دید. سردارم فکرست برآمده است. من باید که روم. مرا ببخشید. آن وقت نمی بخشمد که خائنان که حقیقت ما رو می خورند آنها را دستگیر نمی کنی یگید.
این حرفتان را چون امر قبول میکنم. خدا مددگارت باد. تشکر سردارم. تشکر. بخیر است پیکاس. یگان کاری دیگری دارید؟ یک پارچه کارمان، چون همیشه یک روز پروا نکن. من به شما کمک کرده میتوانم. چند مدت مرا تنها گذار، دیگر چیزی نمیخواهم. اگر کمکم لازم شود. تشکر. لازم شود جیغ میزنم. یگان کمک لازم شده است و جیغ میزدم. جیغ زنم که رفته به مظهر بگویی خبر دی روزی خلاصیابی این برسد، من خودم با دست خود در سرش میپرانم. از برمزی روزنامه داریم. دادر اگر از دستت نیاید وقت رو نگیر. این کاری مهم است. خطاگیر رو قبول نمیکند. تو چی ها میگویی؟ این برای من کاری کودکانه است. کنی بینیم تو را؟ نمیدونم یکی کمکت لازم میشود شرم نکن بپرس. ما هم کم این کارو میتونیم. اگر کمی خاموش ایستی بهترین کار میشود. چی؟ ببین آقای مظهرم آمدند. شد خاموش میستم. یگان پیشروی هست؟ والله گویا که پیکاس آمدن شما رو انتظار بوده است. کامپیوترش را کو شد؟ آقای مظهر حاضر در نوار کامپیوتر پیکاس را میبینیم. چهلی که میبینید رمزهای آن کشاده میشوند. آقای مظهر جاسوسی هم رنگ دیگر گرفت. حرکت های جیمز بوند تمام شد. اکنون جنگ موجی آغاز شده است. یعنی گفتنی هستی که به تو بر این شخصانی سیر حرکت احتیاج نداریم و چون آتیف دای های کمپیوتر احتیاج است نمیدار نزدی محاسب رو خاتمت ده. یک لحظه شما چه میگوید آقای مظهر؟ شوخی تنها تو شوخی میکنی. مرا ترساندید. برای کار با شما آقای مظهر چه حال داریم؟ پیکاس توگمه را پخش کرد. ببینید پیکاس پرونده ها رو میکشاید. حالا پرونده ها رو دیده ایستاده است و پرونده رو برای استفاده بری کشود. کو پیکاس کو حرکت کن. در پیشمان رمز نقشه کاربرد ماهان است. حاضر که ببینیم اکنون
نقشه استفاده بری رمز کدام قیمت امنیت در کجا چی پیشگیری میکند؟ حاضر همه گروه امنیتی کشور را بیا کشین. چرا که ببینید دائما دنبال گرفتن رمزی است. نفهمیدم دنبال چی باشد؟ یعنی خیلی حاضر پیکس هر یک قدمی کارمندان امنیتی کشور را میداند، حتی در کجا، کی و چی کار میکنند همه را میداند. این معلومات رو چیکار میکند؟ این معلومات همه درهای پوشیده را برای پیکاس میکشاید. آقای مظهر چی گفتن میخواسته؟ کدام گروه امنیتی کی از کجا میگذرد همش را میداند. برای به آن کارمند امنیتی روبرو نشود گفته نمیگذرد. محض با همین ترس از سرحد هر چی که خواهد وارد میکند. در داخل کشور مواد مخدر را به هر جایی که خواهد انتقال میدهد. نه پلیس نه ژاندارم به او مانع شده نمیتواند. همین خیلی که این خطر ندارد آخر؟ بله. سردارم چی فکر میکنید؟ با استفاده رمز چیکار میکرده باشد؟ عضوهای بدن انسان، سلاح، قاچاق مواد مخدر، حتی فروش آدمان و حتی قسمهای سلاح هسته‌ای را از طریق کشورمان میگذراند. پیکاس را دائما تحت نظارت نگاه دارید. هر یک قدمش را باید دانیم. دخترم یگانه نوربانویم، با من جواب ده. داد زن، جنگ کن، بگو یگان چی بگو. پاپا بیا از جایت خیز. وعده میدیم دیگه تو رو به خشم نمیورم. چی که میگویی میکنم. سیهر دیو بس است. ما به تو چیکار میکنیم؟ نوربانو دادا چی شد دادا؟ دخترم دادا چی شد آخی؟ دکتر با دخترم چیز شده ایستاده است. دکتر خدایا تو مددم بکن. بیمار رو زود به حجره جراحتی بریم. آقای دکتر التماس بگوید دخترم زنده میماند. آقای نجیب از دستمون آمده رو میکنیم، لیکن احوال دخترتون خیلی بد است. مجبور میشویم که کل جگرش رو گیریم. آقای دکتر آدم به جگرش چگونه زندگی میکنه؟ با استفاده از تجهیزات شاید یک چند ساعت و یک چند روز انتقال عضو حتمی است. برای نتیجه رو گفتن حالا بر وقت است. باید که انتظاری کشیم. آرام باشید. پیکاس دنبال نقشه مهمی است لیلا. باید که هر یک قدمی ماندهش را زیر نظارت بگیریم. پروا نکن، از پسش نظارت میکنم. بعضا من رو از خودش دور میکند، لیکن من هم دویم در زیر نظارت او میباشم. احتیاط کن. از همه کار تو رو آگاه میکنم. خوش آمدی عزیزه خانم. آنها چنان بی ترتیبانه جا بجا شدند. مکان تفتیشاتی چنین باشد. زندان چگونه بودنش را فکر کرده نمیتوانم. عزیزه خانم اگر خزینه در دستت بوده را به دست آورند یک عمر زندانی میگردی. تنها مرا نیه جنابم، شما را هم. ما با خودمون جنجال داریم. این نشانه خیر نیست. ببین آرزو جانم، در یک شمال خورده که به سویش وزید خودش را یک طرفه میگیرد. خزینه خیلی مهم است. با یک تهدید چی کارهایی نمیکردیم؟ ما گروهی تهدیدگر نیستیم. با این سازمانی که عزیزه بنیاد کرده است لایحه‌ای را عملی دارد که ما مردم را با بهانه قدمگذاری زمانوی در این کشور تیار بینماییم. سردارم من همه وقت عزیزه خانم رو تقدیر کردم. به جوانان نمونه اش را آوردم. ببینید میتوانم بگویم کاری عزیزه
تا امروز لایحه کلان با موفقیت رسیده در کشور است. با آمدن دمیرکیرت و مندرس در سالهای 1950 خدمت‌های بزرگانمان برای کشف عزیزه و مثل آنها که چون مور اتمی میباشند خیلی مهم میباشند. با دستگیری عزیزه این رمزهای ژنتیکی مردم را خیلی عوض کردیم. اگر امروزها در کشور در همه نقطه های حساس سخن و نازمان گوش کرده شود، با یک اشارت همه به پا خیزد، جا به جا شود، پس همه اینها از خاطر آنها می باشد. در این کشور با بهانه زمانوی چیکارها را من کردیم؟ اگر امروز به سوی کارمندان دولتی تهمت پرتایند، پس همه این دستاوردهای عزیز است. امروز رمزهای مخفی را به دست می آوریم. دخترک های خود را زمانوی می گویند. در این کار سهمی کلان دارد. اگر آن دخترک ها افسران را به دست نمی آوردند، رمزها به دستمان می رسید. تو را مقدس اعلان کردن می خواهم. عزیزه نیو، عزیزه جان جان ما هستی. بیایید این توصیف ها را به یک طرف میمونیم. حاضر این سازمان از بی مبلغی نیست شده ایستاده است. میدانید که پس از اشرف پاشا و یک چند نظامی ها کمک پولی ها هم نقصان شد. اکنون از سازمان های بین المللی بی خطری به مثل خواستمان مبلغ گرفته نمیتوانیم. قبلا دایم و در دست خودمون 3 میلیون دلار بود. حالا باشد به 3 درهم محتاج شدیم. من هیجان و توصیفهایت را قبول میکنم، لیکن اگر حقیقت را بگوییم آدمهایمان به مثل پیشینه پرآواز نیستند. بله، درست قید کردید. میدونید ما فکر کردیم که رمزهای ژنتیکی مردم را عوض کردیم، لیکن به مثلی که در کامپیوتر اساسی ویروس وارد شده باشد، باز به حال پیشینه اشان تبدیل یافتند. خانه های زمانوی من در دانشگاه ها به عصر پیشینه گذشته ایستاده است. حتی از آن نقطه هایی که کسی آنجا نمی رسید نداهای دینی به گوش می رسد. این نظری تاریک را یک طرف مانید. ببینید در دستمان حجت هایی هست که ما را با پول غرق می کند. ما مبلغی 400-500 میلیون گفته شدیم. با این دو حجت به دست می آید. نام من آرزو نیست. من پیکسم. من میابم، بگویم میابم. 500 میلیون هم میابم، 1 میلیارد هم میابم. تنها مرا باور کنونید که این پول را باز دوباره به راه در آورده میتوانید. به من به مثل عمر دیوانه شخص یافته میتوانید که کلیدهای مکانی مخفی سروزیر را آورده تواند. حجتهای بین المللی را از مرکز استخباراتی آورده میتوانید که با آن حجت توانم جنگ را آغاز کنم. میتوانید. دخترهای زیبایمون برای چی ایستادند؟ مگر برای همین روز نه؟ شما این موضوع رو بس کنید. من حاضر واخوری دارم، می آیم. پیکاس با نفری با تلفن گپ می زند. صحبتشون رو گوش کرده می توانید؟ بله، من دیرتر زنگ می زنم. امشب طرف شما کشتیه می آید. چی بار دارد؟ گوسفند ها هست. از طرف های افغانستان و پاکستان می آیند. در کشتی هستند. آنها را در قایق‌ها سوار کرده به ساحل باید آورد. به کجا؟ به جای همان دایمی. من چقدر میگیرم؟ مثل پیشینه سری هر کله 1000 لیره. 1500 شود. کمبودی دارم. چند نفرم؟ 15. گفتیم وضعیت رو میبینیم. چرا اینقدر کم؟ در راه 300 نفر دیگر هست. این زیبا کی باشد؟ تخلصش است. اگر به دستم رفته دیگر خوشرویش نخواهند گفت. عاطف این رایو؟ ایستا صبر کن. رمزش باشد یا تخلصش باشد، عاطف هر چیزی که باشد بسیار مهم است. مثل که چیزی نمی براید.
آقای دکتر چه خبر است؟ افسوس که مجبوریم جگرش رو گیریم. جگرش رو میگیرید؟ بله. یعنی دخترم میمیرد؟ قبلا هم گفته بودم اگر جگر یافته توانیم نمیمیرد. آخر از کجا میابیم؟ از کجا؟ حالا در جایش انتقال عضو کرده میتوانیم جناب. یک پارچه جگر رو میگیریم و بیمار میگذارونیم. هر دویشون میتوانند صحت یابند و براحت زندگی کنند. یعنی گفتنی هستید که در حال نفری باید یابیم؟ همین خیر؟ همین طور؟ بله. وقتی زیادی نداریم. شد مرا ببینید. مرا هم بینید. دادا مرا هم بینم. شد غمگین مشم. شما در اینجا شینید دکترها آمده میبینند. خوب حاضر میایم. اول ببینیم که در دست چی ها داریم. اول خزینه را میگیریم. خزینه در ما. خزینه ای که با آن تهدید میکنند در دست ماست. لیکن عزیزه تنها تهدید نمی کند. البته که نه. در اصل ما باید به مرکز سازمان رویم، زیرا در آنجا هم افسران و هم کارمندان والا را با واسطه دختران به دام میافتانند. به مثل لایحه وارد شوی روزها به قلب استخباراتی انگلیا در سالهای 1940 تاریخ استخبارات جهان این را دام کمبریج میگویند. بله. در دوران جنگ سرد باشد روزها به جوانان دانشگاه های مشهور انگلیا مثلا آکسفورد و کمبریج دام میگذاشتند. جوانان انگلیس کمونیست میشدند، لیکن استخبارات انگلیس که دنیا را با انگشتش می جنباند بیخبر ماند. انگلیس ها کی از این کار باخبر شده باشند؟ خیلی بعد از این جاسوس ها کیم فیلبی وقتی فهمیده شد که جاسوس سال 1963 به مسکو گریخت، در طول 23 سال کسی جاسوس بودن او را فهمیده نتوانست. همین کاری که در انگلیا شده گذشت الحال در کشور تطبیق کرده ایستادند. همین طور در کشور افسرهای جوان را به دام خود میکشند و آن دام را میان خودشان دام بحر مینامند. آنها را هنوز وقت دانشجوی مکتبهای حربی و پلیسی بودنشان به دام افتانده، هنگام افسر شدنشان مثل بازیچه به میل خودشان بازی میدرارند. والله که عقل من نمیگیرد. چی خیلی آدم ها از بیرون آمده آدمانی ما رو به دام میگیرند؟ در حیرت موندم به خدا. مردم ارزروم ما یک سخن دارند: دوست از درون خانه باشد گاو از سوراخی میبراید. اگر بریش و خور راه دهی آنها هم اجازت میدهند که دام گذارند. میدانی برای من چی بیشتر در داور است؟ چی اکا؟ چون این جوانهای آینده داری به دام اغوا گرفتار شده با استفاده مواد مخدر و سوی قصدی قماندانهای خود دست میزنند. آن همین بیشتر در داور است. ارجان را آوردم سردارم. کنی بیا اینجا. ارجان با تو کمی کار دارم. از دستم هر چی باید میکنم. پیکس با خوشتر نام حریفی گپ زد. بار این نام را شنیده ای؟ نه نشنیدم. میخوام که خزینه را یک به یک از نظر گذرانی. یک نظر کن، شاید یگان شناست را پیدا کنی. احتمال یگان نواری هم باشد. بیا که بیا در برام نشین. نزد عاطف نشسته، خوب نگاه کن. ایست یک بار دیگر بینم. همین؟ بله. جیهون است همسبقم. این مرد کیست؟ با پیکس و عزیزه نزدیک است. گفتنش عیب است، بعضن ضعیفی دارد. نخو. آنها این رو فهمیدن و کمی جیهون رو خرسند کردن. شاید که خوشرو گفتگیشان همین باشد. شاید همین باشد. حاضر نمیدانم که در کجا کار میکند. اگر دانم میفهمید. این آدم در شیله کار میکند. من میدانم.
نباشد برای ما یک کار دیگر میکنی، لیکن این مراتب از پیش خودت کاری نمیکنی، وگرنه این دفعه خودم بندت رو میکشم. فهمیدی؟ فهمیدم سردارم. چیکار باید کنم؟ نزد این آدم میروی، با این کس قبلا دوستی هم داشتی، کاری کرده، در کجا چگونه کار کردنش را فهمیده به ما میگویی. آن طرفش را ما خودمون حل میکنیم. فهما از دستم اومده رو میکنم. تو بی نعمت. لبه سردارم. این خیل نگوید. فهمیدم. فهما سردارم. نجیب سردار بود؟ بله. نوربانو را جراحی میکنند. چی؟ جیگرش را میگیرند. برای این دانار موافق جستجو دارند. اکم هم رفته سنجیم؟ رفتنمان شرط است خیری. باید از سنجشی دکتران گذاریم. به بیمارخانه که نوربانو خواب است در علاقه باشیم. خیری به همه بگو. همه از سنجش گذارند. این یک امر است. فهمیدی خیری؟ شده که مایلش دختر برای من شده در این حالت است. همین طور متاسفانه. من هم میسنجم. تو هم سنج. از اینجا برهم میبرایند، بعد به زمینی ما میآیند. فهمیدی؟ خوب، اما برای 15 نفر رمزنگاری رو دزدی کردیم. بیعقلی نکن مینیکی دیوانه. این را تنها برای سنجش میکنیم. اکنون رمزها در دستمان. هر وقتی خواسته امان از همین جا به کپیکوله، خواهیم به انتالیا، کجایی که خواهیم، هر چی که خواهیم، زنده و مرده وارد میکنیم. آی 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 چی میگویده؟ در ماشین 1 تن مواد مخدر میگیریم. از شیرنک بار کرده تا به اینجا یگان پالیس مالیس ندیده گرفته میاریم. حتی بلای. این روی خط را گیر. به ازمور و انتالیا و سکاریا فکس کن. آدمانی از کشتی فرآمده را به این جایها روان میکنیم. همه این نقطه های سنجی انتالیا، ازمیر، سکاریا همین جاست. موافق آن با دقت باشید. با دقت باشید کسی روی خط را نبیند. فهم آقا. باز میبینیم شیر بچه. سردارم عالی جنابت. آقای دکتر 5 نفر آخرانند. خوش آمدید بچه ها. سلام. سلام اکا. آقای دکتر خونی همه را میسنجید؟ خونی همه را سنجیده به بیمارخانه زودتر باشید. مرحمت گذارید. یگید گذرشین و تاز یک چند چیزها را آموخته است، همان را نقل میکند. فهمیدیم که پیکاس برای چی چیزهای رمزنگاری را دزدیده است. دنبال استفاده برای رمز هاست. خوب اما من تا حال نفهمیدم استفاده برای رمز چی فایده دارد؟ برادر چه جای نفهمی است؟ استفاده برای رمز است آخر. شد اکنون خیلی آسان بوده است. برادر همین رو از اول بگو. خیری خاموش است. بچه ها، گروه فروش عضوهای آدمی شبکه بانفوذ جنایتکاری است. از جمله بیماران کشورهای پیشرفته برای یک گرده و یا جگر صدها هزار دلار را از چشمانمان دور میکنند. این را چه تامین میکنند؟ البته از کشورهای فقیر. مثال نفری از عراق اول نزد گروه قاچاقچیان میرود. خیال میکند که به اروپا و امریکا رفته حیاتش را نجات میدهد. رو برویشان تاجران میبرایند. همین طور. البته تاجران باز پول هم طلب میکنند، حتی با حجت طبی که صحت است. فهمو. با این اصول حالت عضوهای آدم را میفهمند. حجت ها را دیده میبرایند. اگر مشتری آماده باشد پس او را برای خارج بردن آماده میکنند. برای عضوها اکا برای مثال یک گرده چقدر میسته؟ از 100,000 سر میشود، با 250,000 هم میرسد. چی هم میگویی؟ والله راست دیگه من هم برای این قدر پول گردم را میدهم. اصلا از آتیف را میدهیم برای عقل این کل.
کمش 1 میلیون میدهند. خیری پول خوب است اما به تو نمیرسد. پس کی میگیرد؟ تو خیری فکر میکنی که به خارجه میروم، لیکن آدم ها گرده و جگرت را و حتی دلت را کنده میگیرند. آخر دل را گیرن آدم میمیرد. لیکن تو خیری من نمیفهمم چرا عقلی تو دایم دیر کار میکند؟ اکا مرا خفه میکنی، دلم رو میشکنی، زخمی نمیکنی. مرده ها را چی کار میکنند این را هم به بچه ها بگو تا دهشت حال را خوب بفهمند. برای آن که نشانه نماند مرده ها را و یا کرناشایم ها را به کشتی بار کرده غرق میکنند. ما هم فکر میکنیم که کشتی بارکش خودش غرق شده است. افسوس که پای غاز چونه نیست در اصل. قاتلند اینها، قاتلند. بلا زند، همین آدمگری است. 1 اروپایی سلامت شود گفته هزارها خانه را میسوزانند. در ترکیه 3 مرکز دارند: ازمیر، انتالیا و ساکاریا. پیکاس آنها را به همین مرکزها روان میکند. برای همین استفاده رمزها لازم است، چون که همه‌شان با کسی روبرو نشده از آنجا میگذرند. برای آن که در رمزنگاری در کجا چگونه دیدبانگاه است واضح و روشن نوشته شده است. و این تجهیزات عجایب رو ببینید. سردارم به فکرم زیر کاسه نیم کاسه ای هست. یک باره به فروش آدمان رو آوردن پیکاس از نقشه دیگری او درک میدهد. آن را تنها همانجا رفته میفهمی؟ بله. یگید ارجن را هم گرفته برا. بیتوات سردارم، شما هم از نوربانو خبر یافتید، به ما رسانید. رفتیم. لابای پیکاس حاضر به تو مکانهای مسئولان پلیس و امنیت ساحل را روان میکنم. موافق آن تو راه انتخاب میکنی. آدم ها را فراری مایلش دیگران نباش، آن طرفش را حل میکنم. من در پیش خونه فهمم. کی باشد در این وقت؟ ارجان دوستم خوش آمدی. مرا با باشکی خبر نکرده آمدم. خانه یک شناس آمدم. تا اینجا که آمدم گفتم که تو رو نادیده نروم. خوب هستی؟ تو چی ها میگوی ارجان؟ مرحمت. درو نجیب سردار، چی شد نجیب سردار؟ یکم پیشروی هست؟
نه یگان پیشروی نیست. آقای دادستان یگان موافق نبرآمد. بله چیکار میکنیم؟ دعا میکنیم. افسوس که حاضر از دستمون کاری نمیآید. الگریان خدا شفا دید. تشکر. سردارم چیکار کردید؟ هیچ انتظارم. همین خیلی از امنیت چیزی نبرآمد. همه بیمارخانه اطراف را دیدند. نمیدانم همه جا و همه کس رو گفتیم. من هم کمی پیشتر با دکتر گپ زده بودم. حالا هم سنجیده ایستادن. پیدا شود و شما خبر میدهیم. تشکر یگید. خدا شما راضی باشد. تشکر. یک لحظه صحبت را آغاز کردند. جیهون کمی ناراحتم. امروزها روزنامه ها نسبتمان می نویسم. همه سازمان نصف شده ایستاده است. فکرشو مکن. همش میگذرد. به تو چیزی اکرام کنم؟ شراب میخواهی؟ میشود. مایلش. یخم بیمان. مایلش. جیهون بیا به بیرون میبرویم. کمی از گذشته یاد میکنیم. یک دو گپ میزنیم. برادر امشب کارم زیاد است. کاری بسیار دارم. چی کار است؟ یک کاری خورد انتقالی است. بخیر است خیر. فکرش را مکن. اگه مگر از ما پنهان میکنی؟ ما هم با پیکس کار میکنیم. البته خبر داریم. وای. یک لحظه. آقای جیهون همین جایستید؟ در حال می آیم. مال رو از این نشانه میگیرید. اینجا رو خط کشیدم. کار رو که تمام کردید زنگ زنید. پروا نکن خبر میشه. شد برای کار. نگاه کن. ملاقاتشان برگزار شد. معلوم میشود که کارت بسیار است. من تو رو دیگر خلال نمیرسونم. ارجان با کجا؟ خوب نشسته بودی؟ کار بارت زیاد است. نصیب باشد مراتب دیگر با میخوام. جورا جان مرا ببخش. مراتب دیگر که اومدی مرا خبر ده. زیافت کرده استراحت میکنیم. مایلش. رفتیم خیری از پیشون میشویم. و توز تو ارجان را گرفته به نزد ما میایی. فهمون؟ فهمایگید مایلش. تا دیدن. شب بخیر. یکی در کجا؟ آنها دنبال 2 نفر می باشند. بیا رفتیم.
آماده باش خیری، ماشین می آید. چی گپ هستید؟ کشتی نزدیک می شود. همین حالا اشارت کردند. سلاح‌هایتان را از نظر گذرانید. به جنگ آماده باشید. کانی گیر الپرین گرس نمونده. تشکر نمیخورم. سینان جان زودتر شفا یابد. شنیدم که در یک بیمارخانه، گفتم ببینمت. تشکر استادم، تشکر. دخترمان چه خیل؟ یک دیوانه به یک چا سنگ پرتافت. ناچار انتظاریم. آقای دکتر، شما را تماما صحت میبینم. همه شما را در حالت مرگ فکر میکردن. در اینجا برای تقسیم درد یک دوستی نزدیکترینم از بسترم خسته آمدم. یگان بدی دارد. مرا ظاهر کردم. چه بیماری است که دوستا را ببینند از بستر بیماری صحت میخیزند؟ شما رو اهمیت ندهید. آقای دکتر، در سلامتی دخترمان یگان پیشروی هست؟ والله راستش رو بگویم هر ثانیه بر مقابل ماست. اگر در حال جگر رو نیابیم دختر را از دست میدهیم. آقای دکتر، از یگان جا نمیابیم؟ شخصی موافق بوده وقت میخواهد، اما ما وقت نداریم. اگر شما خواهید میابید آقای دکتر، میابید. یک لحظه شما رو ممکن؟ من خواستتون را میابم، لیکن یک شرط دارم. چی بوده است این شرط شما؟ خیلی باز شد که در کنج بیمارخانه از ایستادن دیرگیر شدم. اگر برای برآمدن کمک کنید، جگری در کاری را در چند ساعت میابم. خوب، اما با گناهی که عیب دارد کردن دشوار است. خواهی به خارج روانت کنیم؟ عالی جناب، پس نبیرت را صحت بدان. من راضی هستم. تو نبیرم را نجات ده، دیگرش را فکر نکن. و تازه آدم ها در کجایند؟ داخل ماشینند. فهمو، شما از عقب روید. آنها را احاطه میکنیم. فهمو، تمام، رفتیم. سر میکنیم. هوشیار باشید. ارجان، مرا پناه کن. آقای دکتر، شما یک نسخه را هم به ما دهید، شاید ما جگر را یابیم. مایلش حاضر میارم. یک لحظه استید.
شما جگر از کجا میابید؟ مگر همین خیل از مغازه میگیرید؟ فخر کردم ما میابیم میگوید. چه خیل میابید؟ تو اون طرفش رو فکر نکن. گوش کنید، اگر اگم بقانونی کنید قلب من این کارها رو نمیبردارد. آدم تو دیوانه مگر دخترت جان کنده استاد است و حالا دنبال قانون هستی. گوش کن، قانون گفته چی گفتن میخواهی خوب درک میکنم. در بحر آدم غرق کردن، در خشکی آدم زنده کردن در کتاب من نوشته نشده است. سردارم ما در بیمارخانه ایم، شما آسوده باشید. آقای دکتر، کسی به اجازت من به دختری من حتی دارو نمیدهد. دکتر مرا شنیدی؟ ثبت این آدم ها ویران است و دختری من نزدیک نمیشوند. تو خودت کی هستی؟ نجیب دریا داشته باش که حقوق حمایه رو سودیا به من داده است، نه به تو. نسبت نوربانو ما صاحب سخن هستیم، نه این که تو. یگان حقی نداری، او دختری من است. تنبلی نکنید، زودتر باشید. زودتر باشید، زودتر. گیر کودکت رو دخترم. کنی زودتر با ماشین شینید، زودتر زودتر. راست میگویید؟ مطمئنید؟ بله. گفته ارجان به نوربانو موافق آمده است. خبری مرا انتظار شد آقای مسهر. تشکر زیاد. آقای دکتر، ما جگری موافق یافتیم. از یک رفیقمون موافق آمد. نیازی، جگر افسر ارجان موافق آمده است. زود نزد او باید برویم. حاضر در کجاست؟ باید نزد یگید باشد. مایلش من گپ میزنم سردارم. زود این آدم‌ها رو به صحرا برید. ارجان با من بیا، آنها را تعقیب میکنیم. میرویم. رفتیم. چرا نمیبردارد؟ سردارم من زنگ میزنم اما یگید کمی سخت نمیبردارد. باز زنگ زن. نشد بخیر زنگ زن. مایلش.
гап зан дар куҷоянд? намедонам. лабай хайри, ман ёзӣ. ба хайр аст ака? эрҷан дар назди шумо аст? бале. не, яъне ҳа, камтар пеш бо акаи гит рафт. бофта эрҷан ба нурбону мувофиқ омадааст. зуд ба инҷо биёед. чӣ? эй худо, чӣ кор кунем? ист, ман каме дертар ба ту занг мезанам, найлаш? чӣ шуд хайрӣ? эй ака, ҷигари афсар эрҷан ба нурбону мувофиқ омадааст. дарҳол акаи гитро бо эрҷан бояд ёбем. гӯш кун додари хушрӯям, кани гап зан, кани ҷоашро ба ман бигӯ, илтимос бигӯ. агар ки гап назанӣ, аз ин ҷо халос намеёбӣ. гап зан охир, кани гап зан, зудтар. телефонаш рафтондааст. онҳоро чӣ гуна меёбем? ҳаққалан эрҷанро пайдо кунем. ба куҷо рафтанд? зуд бигӯ. агар ба куҷо рафтанашонро бигӯӣ, кӯмак мекунем. эй бародар, гап зан охир, гап зан. бигӯ, дар куҷоянд? гап зан охир. майлаш, ман ин масъаларо ҳал мекунам. шумо корро давом диҳед. اینها کجا گم شدند؟ نیست شدند. ها؟ الان در اینجاست، نگاه کن. додар, кани гап зан охир, дар куҷоям? вақтамонро нагир. бигӯ. агар гӯӣ зинда мемонӣ, гап зан мегӯям. гап зан гуфтам. каме болотар, яъне якчанд километр дур замин ҳаст. ҳамо ҷо бурданд. гӯш кунед, онро беморхона баред. мо меравем. итоат. аз куҷо ёфте ҷигари мувофиқро? зуд бояд ба ин ҷо биёяд, вақти зиёдӣ надорем. каме дертар занг мезананд. гӯш кунед, дар ҳақиқат аҳволи духтаратон хуб нест. каме оҷилтар рафтор кунед. медонам вақти зиёд надорем. баъди чанд соат ҳозир мешаванд. ниёзе чӣ шуд? ягид комиссарро наёфтам. ба хайрӣ занг задам. насти ӯ ҳам набудааст. як бори дигар занг зан. хайрӣ, чӣ шуд? ҳоло мегид комиссарро наёфтӣ? каме баъд ба наздашон мерасем. ба ту занг мезанам. مثل سیاهی یک پیدا میشوند و باز گم میشوند. کجا رفتند؟ ارجان بیا این طرف رو ببینیم. زودتر. تو از اون طرف رو. من از اینجا میرم. مایلش. یک خبری خوشی است. از کجا خبری خوب؟ آنها را گم کردیم. نمیبینیم اگر؟ نه. جیگری افسر ارجان با نوربانو موافق آمده است. حاضر از بیمارخانه زنگ زدم. نخود
شما چه ها میگویید؟ شما جدیید؟ بله اکرم. ارجان در کجاست ارجان؟ او در حال باید بیمارخانه رود. ای تو به حیا، معلوم می شود که برای گپ گرفتن آمده بودی. ارجان لبه میدانی چی شده است؟ بخیر است؟ اکا باید که تو رو عاجلا به بیمارخانه ببریم. با نوربانو پاره از جگرت رو میدهی. بافته هایت موافق است. شما راست میگویید؟ بله. الان این خبری خوب است. معلوم می شود که نجاتش میدهم. زودتر ارجان، تو باید هرچی زودتر به بیمارخانه روی. احمق به حیا، اکنون عاقبتت رسید.